دیگر گفته است السلام علیکم داملوی شریفخان، دختری که 5 وقت نماز خواند سطر نبندد، با او میگیم که سطر بکن، میگوید که دلت صاف باشد میشود. ما میگیم که نماز خواندگیش فایده ندارد، میگوید که کار شما نباشد. خب البته که این شما به طریق به او بفهمانید که به نرمی به حلیمی باشد. این خیلی که نمازی تو پاکیزه قبول شدن نمازی در دست ما و شما نیست. وقتی که عبادت کرد از 3 کلیل طهارت کرد و بالای جای نماز آمد نماز خواند، البته که این چی از فضل است، خوب است، اما اگر در نماز سطر نداشته باشه در این حالت نمازش درست نیست، چون که ترک فرض میشود. اما نمازش با سطر بخونه و در بیرون با بی سطری کند، این البته که گناه کبیره است، چون که سطر قانون خدا هست، حکم خدا هست. سطر داشتن زنها، سطر داشتن مادرها و خواهرها، این حکم خدا هست. همه ما و شما آشکارا بدونیم، آگاه باشیم که حکم خدا هستیم. حتی پیغمبر حقوق ندارد که حکم خدا را دیگرگون کند. سطر حجاب زنها حکم خدا هست، از دست هیچ کس چیزی نمی آید. بعضی منافق با یافت می شود که میگه که با بدل خود عربی میدانه که مردم گمراه، میگه که لیس من حوایج شرعیه، میگه این سطر حجاب داشتن از حاجت شرعی نیست. او بدبخت حاجت شرعی نباشه، خدا در قرآن میگه تو با یک گپی گفتگی بدین میشه. بدونی که خدا در قرآن همین حکم کرده است، تو بگوی حاجت نیست، کافر و بدین میشه، از دین بیگانه میشه، چون که خدا حکم کرده است. از دست ما هیچ نمیآید، خدا حکمش کرده است. باید که زنی مسلمان، خواهری مسلمان سطر حجاب شرعی داشته باشه. سطر حجاب که نداشته باشه، میانش بتوه، نافش بتوه، گردن برهنه، سر برهنه، ایزار بدر کنه پرتویا بگرده، پس فرقی او از فرق اروپایی و امریکایی تاجیک چی بوده است؟ چی فرق داشته است؟ این سطر حجاب داشتن مدنیت، معرفت، عقل انسانی و مسلمانی را نشون میده. بی سطری و بی حجابی این هیچ مدنیتی نیست. خب دیگر گفته است که یعنی که جواب همین که همون دختر شما با خوبی به نرمی بفهمانه که مهنت میکنی، طهارت میکنی، نماز میخونی، سطر حجاب هم داشته باش. که سطر حجاب امری چی خیلی که نماز فرض است، سطر حجاب هم فرض است. این خدا عمل کردگی است. سطر حجاب البته که خواهرها و مادرها داشته باشن، حسن اونها 100 کرات زیاد میشه. همین یک زنی با سطر با حجاب باشد، اگر یک تا دیگه به سطر به حیا باشه، اگر نگاهشون کنی این همچون آدم در نظرت میتوه، او همچون یک حیوان در نظرت میتوه، چون که امر خدا را به جا آورده است.